سلام خدمت همه عزیزانی که دارن این ویدیو رو میبینن. من محمد رضا بابایی ام، فعال در حوزه SEO، دیجیتال مارکتینگ، طراحی وبسایت و گرافیک. طی حالا سابقه 13 ساله که داشتم میخوام تجربیات خودم رو با شما به اشتراک بذارم. موضوعی که امروز انتخاب کردم یه موضوع خیلی داغی که بین همه بچهای SEO و حالا دیجیتال مارکترها بیان میشه و شاید یه جاهایی براشون ابهامه، شاید یه جاهایی هم نسبت بهش آگاهی دارن. اونم این هستش که چطور ما میتونیم کسب و کار خودمون رو یا بهتر بگم سایتمون رو توی نتایج چت جی پی تی و سایر لارج لنگویج مدل ها که مخفف LLMS هستش بیاریم بالا. حالا خیلی هم شاید یه جاهایی به AI SEO هم اشاره بشه دیگه، یعنی کلا به این روشه بگن AI SEO که الان خود گوگل توی بحث AI Overview داره محتوای یک کوئری خاص رو از چند تا سایت میکشه بیرون به شما نشون میده و جایگاه ها رو دستکاری میکنه. اما مقدمه‌ش رو بخوام بگم اینه که خب امروزه چت جی پی تی و سایر مدل های زبان بزرگ دنیای فضای جستجو رو اصلا تغییر دادن. بر اساس تغییراتی که خودشون با ابزارهاشون درست کردن رفتار مخاطب رو تغییر دادن. یعنی یه جایی اومدن نیاز رو خودشون ایجاد کردن و حالا گفتن مخاطب کسی که کاربر هستی بر اساس نیازی که من تغییر دادم تو هم بیا حالا تغییر کن. یعنی یه چیز عوض شده. این نبوده که یه نیازی باشه، یه خلایی باشه اینو بیان حلش کنن. اینا اومدن چیکار کردن؟ یه نیازی و یه ابزار جدیدی رو ایجاد کردن که یه نیازی رو تغییر بدن و الان هم تغییر کرده. یعنی دیگه خیلی ساده تر شده. مخاطبا خیلی راحت میان با یک ادبیات خیلی خلاصه تر، خیلی ساده تر میان توی چت جی پی تی یا حالا جمینای یا جای دیگه یه چیزی رو سرچ میکنن و سریعا به نتیجه میرسن. خود چت جی پی تی میگه اینو میخوای اونو میخوای، دو سه تا ریکامند هم بهش میکنه، میگه من تو ذهنم نبود ولی چه جالب تو بهم پیشنهاد دادی، آره اینم میخوام، همینجوری میره جلو. حالا دیگه بماند که دیگه اسیستنت هایی که دیگه اومدن دیگه دارن انقلاب دارن راه میندازن و همین الان افتاده و ما اسمش رو خودمون میذاریم پارادایم شیفت. یعنی داره اصلا عوض میشه، درست پارادایم عوض شده. داره یه سری میگن گوگل داره کنار میره، حذف میشه، یه سری میگن نه حذف نمیشه، یه سری میگن دیگه SEO داره از بین میره بریم توی چیز دیگه داریم بیکار. اصلا اینا نیست. کلا ماهیت هوش مصنوعی اینه که شما اگه بلدش نباشی حذف میشی. شما اگه بلد نباشی چطور با این لنگویج مدل ها کار کنی عقب میفتی. چیز واقعی. حالا تو هر حوزه باشه، الان تو حوزه پزشکی و مهندسی و معماری و خیلی چیز دیگه وارد شده، اصلا داره تصمیم میگیره، به خرد داره میرسه. یعنی اینکه ما باید تغییر کنیم، یعنی باید منعطف باشیم تو بحث خودمون، نباید خیلی سفت پای یه چیزی وایسی حذف میشی، باید تغییر کنی. بنابراین این مقدمه‌ای بود که خواستم بگم. یه نکته طبق پیش‌بینی که سمراش داشته داریم اینه که تا سال 2028 کاربران بیشتری برای پاسخ به سراغ موتورهای جستجوی مبتنی بر AI خواهند رفت، یعنی پاسخ به سوالات خودشون. و این مارکتینگ هم شروع شده دیگه، یعنی تو صحنه مختلف هم داره همجوری کشیده میشه و اگر از همین امروز ما فعالیت خودمون رو، برند خودمون رو، کسب و کار خودمون رو، چه شخصی چه حالا هر چیزی که هست رو میخوایم تو نتیجه چت جی پی تی بیاریم، باید از همین امروز شروع کنیم نسبت به تغییراتی که داشته و داکیومنت هایی که داره ارائه میشه و نسخه های جدیدی که همین امروز تو تاریخ 17 مرداد اعلام شده که نسخه 5 چت جی پی تی اومده و این همینجوری داره گسترده تر میشه و هر روزه داره ورژن های جدیدی از لارج لنگویج مدل ها میاد بیرون. اما میریم سراغ این که آقا فاکتورهای کلی که ما برای حضور در نتایج این لارج لنگویج ها مثل چت جی پی تی، AI Overview، جمینای و خیلی چیز دیگه داریم چیه؟ فاکتورهای کلیشو بدونیم، بعد میریم هر کدوم رو میشکنیم به توضیحات کاملتر. اولین آیتمش شناخت درست از هوش مصنوعی هستش که الان هست. یعنی باید بدیم آقا اینا چی جوری داره دیتا رو تحلیل میکنه، بعد میاد نمایشش میده. بماند که ما قبلا توی بحث SEO میگفتیم آقا گوگل داره چه جوری سایت ها رو کرول میکنه، ایندکس میکنه، کلا گفتیم ایندکسینگ چه جوری بودش که اینو تو ویدیوهای من گفتم. اما اینجا ما باید بدونیم که آقا اون کسی که میزبانه و داره اون رو انجام میده، داره نتایج رو دسته‌بندی میکنه، چی جوری داره اینا رو تحلیل میکنه، چی جوری میشناسه. پس ما باید اول مدل رو بفهمیم که بتونیم براش یه
پلنی بچینیم. دوم، ارتباطش حالا با مدل های مثل موتورهای جستجوگر گوگل و بینگ چیه؟ این مدل ها چجوری ارتباط میگیرن؟ اینو هم باید بفهم. یعنی پل باید بزنیم بین آن چیزی که بلدیم و بلد نیستیم، بین آن چیزی که جدید اومده و آن چیزی که موجوده، باید پل بزنیم. سوم، آقا تولید محتواه حالا چه جوری میشه؟ آقا من محتوام چه شکلی باشه خوبه، چه جوری خوب باشه بهتره، چه جوری بگم نمایش بهتری میگیره. چون آدمان دیگه دارن همه جوری سرچ میکنن با هر ادبیاتی. یکی حوصله نداره، عذاب و تاش هم خیلی کوتاه میکنه، یکی حوصله داره دقیقاً میگه. چهارمی میگه خب حالا این محتوایی که ساختم اعتبارش چجوری باید انجام بدم؟ یادتون باشه تو SEO گفتیم اعتبار دامنمون بخواد بره بالا باید این فاکتورها رو انجام بدیم، چه میدونم بکلینک بخریم فلان کنیم. آیا اعتباری که ما برای محتوامون میخوایم ایجاد کنیم همان چیزی است که در گوگل اتفاق میافتاد یا نه متفاوته؟ پنجم، تحلیل محتوای خودم و رقبا، کاری که باید همیشه انجام بدیم. یعنی شما بدونید آقا یه رقیبی اومد بالا، چجوری اومد بالا، منابعش و دیتاشو همه رو باید آنالیز بکنی. این نیستش که چشاتو ببندی بگی خب من این یک دو سر انجام دادم دیگه تموم شد. نه، این نیست. و این دیتاهایی هم که داره اتفاق میفته هر روز داره آپدیت میشه و ما باید هر روز آپدیت باشیم. بنابراین حالا میریم سراغ یک به یکی سوالای مطرح میشه که قطعا سوال شما هم هست. اون چیه؟ یک، اول اینکه ما گفتیم چجوری چت جی پی تی عمل میکنه. آقا من باید بدونم این مدلی که تازه چجوری داره عمل میکنه. من میخوام خیلی ساده بهتون بگم اینه که سایت هایی که SEO قوی تر دارن، یعنی اینکه شما الان پاسخ به اون چیزی که اول گفتم SEO حذف میشه، SEO کردن یا اونه که SEO کارن حذف میشه. نه عزیز من، دقیقاً این مدل ها هم دارن از سایت هایی دیتاشون رو دریافت میکنن که چیان بیشتر در معرض نمایش مخاطبان. این خیلی ساده است. پس با SEO قوی داشته باشیم رو وبسایتمون، اطلاعاتمون ساختارمند باشه، منظم باشه، چارچوب داشته باشه. از طرفی اعتبار نسخه‌ای هم که داریم میدیم بالا باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا DA سایتم، DR سایتم، PA پیجام باید بالا باشه. مثل سایت خبرگزاری که هر روز فیت خانشون پر میشه، بنابراین اونا اعتبار خیلی خوبی دارن. پس نتایج اونها یکی از اولویت‌هایی هستن که چت جی پی تی میره بهشون سر میزنه، میره ببینه این سوالی که ازش کردی تو اون سایت هست یا نه. خب پس وقتی من تو اون سایت باشم قطعاً اولویت دارم، شانس اینو دارم که توی نتایجش بالا باشم و دیده بشم. پس ما برای SEO سایت خودمون هم باید منعطف‌تر عمل کنیم و متفاوت باشیم نسبت به الگوریتم و این پارادایم شیفتی که داره اتفاق میفته. باید خودمون رو سریع بروز کنیم. سوال، چرا بعضی سایت‌ها زودتر به کاربر پیشنهاد میشن؟ خب این 4 تا آیتم من براتون چیدم. یک، گوگل به اونها رتبه بالاتری داد. چرا باز میگم گوگل؟ به خاطر اینکه چت جی پی تی داره اطلاعات و نتایج سرچ و اون سایتایی که خود گوگل رتبه بندی کرده داره میره چک میکنه، یعنی اولویت میذاره بر اساس اون چیزی که گوگل داره میگه. یعنی نه اینکه بگه ته 0 تا 100 چیزی که گوگل میگه رو استفاده کنم، نه، اینا بهش میرسیم. دقیقاً داره میگه که ببین من از اونم دارم استفاده میکنم. دوم، داده‌های ساختار یافته است. اسکیما، شما باید برای مدل‌های صفحاتتون اسکیمای ساختارمندی تعریف کرده باشید. آرتیکل، وبلاگ، فروشگاهی، یه صفحه محصول چیه، اینا رو باید درست بکنید و راحت برید تو سایت اسکیما.org ببینید چه قالبایی داره، قالبای منتسبش رو انتخاب کنید. اگه وردپرس دارید که خیلی راحت از مثلا رنگ مسته و خیلی راحت دارین رو پشتیبانی کنید انجامش بدید. دیگه اینا خطایی که حالا یه سری بلدن دارن گوشش میدن میگن اوکی، یه سری هم نمیدونن به گوششون تازه میخوره، برید روش تحقیق کنید. همین ابزار چت جی پی تی همین موضوع رو اعلام کنید بهتون میگه چیکار کنید. برند آنلاین تثبیت شده یعنی چی؟ یعنی اینکه شما نامتون تو سایت‌های مختلف دیده شه. یعنی نامتون مثلا یه کسب و کار، یه بیزینسی داری تو صنعت خاصی، برو مثلا تو مثلا صنعت تو بی تو بیه، برو تو سایتایی که میتونی آگهی خودتو بذاری بی تو بیان، خب یه دونه آگهی بذار، این یکیشه. اون سایت ممکنه که برای تو چه میدونم لینک فالو نده، نخوای هزینه کنی، در نهایت اینه که آقا تهش اینه که شما ترافیک میگرفتی، الان داری یه اعتبارم ازش میگیری، این بده مگه؟ پس باید ازش استفاده کنی، اینو نباید بندازیدش کنار. بعد آخرین مورد، محتوا با ارزش بالا
بدون کپی و اینکه کاربر واقعا نگهش. آقا محتوایی که تو داری درست میکنی برای گوگل که درست نمیکنی یا برای چت جی پی تی که درست نمیکنی، برای مخاطبت باید درست کنی. اون مخاطبه داره چی رو سرچ میکنه، حالا بر اساس ساختار بیزینسی که داری باید بتونی سوالاتی که نیاز فکر میکنه مخاطب، یعنی خودت بذاری جای مخاطب داره ایجاد میکنه، داره صحبت میکنه ازش، خودت بتونی از تو سایتت بذاری، تو محتوات بذاری، بهش اشاره بکنی. اما میرسیم به موضوع بعدی، تفاوت گوگل. حالا من گوگل رو مثال زدم، بینگ و اینا میتونید در نظر بگیرید، و چت جی پی تی. حالا بازم چت جی پی تی نه ها، نگی فقط چت جی پی تی، جمینای و غیره، گراک، هر چیز دیگه. ببینید گوگل خیلی ساده بگم رتبه رو 100% بر اساس الگوریتم سئوش و رفتار کاربر تعیین میکنه. رفتار کاربر یعنی گوگل آنالیتیک، الگوریتماش هم که ماشاءالله یه انتا الگوریتم داره هر روز میده بیرون، پس 100% میاد بر اساس این دو تا شاخص اینو چک میکنه. اما چت جی پی تی چی کار میکنه؟ چت جی پی تی مثال میگم و سرچ، منظورم سرچ که داره اتفاق میفته، میگه که علاوه بر چیزی که تو نتایج گوگل هست میاد چند تا کار دیگه هم میکنه. یک، فیلتر کیفیت محتوا میذاره. دوم، اعتبار منابع هم در کنارش چک میکنه. یعنی تو اگه مثلا در رابطه با حذف اکانت تلگرام داری سرچ میکنی، نگاه میکنه که تو چقدر خوب صحبت کردی، کیفیتش چی بوده که مثلا همه موارد رو رعایت کردی، و اعتبار از 4 جا دیگه به تو ریفر دادن، تو رو پیشنهاد دادن. خب پس این خیلی مهمه دیگه. هر چقدر حالا تو سایتت بیاد شلوغش کنه، گمراه کنه، نمیدونم خیلی سایت ها تو وبلاگشون نزدیک یه 2 ساعت بعد اسکرول کنی یه خروار متن چپونده و 2 ساعت بعد چک کنی ببینی حالا اون سوالی که تو کردی کجای این متن است، خودت مثلا خسته میشی می بیرون. به خاطر همینه دیگه این مدل محتوا نویسی اشتباهه. 10 تا پاراگراف مقدمه چینی کردی، 100 بارم هی یک کاراکتر و یک عبارت رو هی تکرار توش کردی که تو بیای تو گوگل بالا. بابا تو برای گوگل که این کارو نمی‌کنی، که برای مخاطب داری این کارو انجام میدی. اصلا ربطی نداره تو اینقدر خودتو عذاب بدی. الان چت جی پی تی اومده همه اینا رو داره به هم میریزه. حالا تو هی بشین 100 تا پاراگراف راجع به این موضوع بشین تولید کن، چه فایده داره؟ آخر سر مخاطبو خسته می‌کنه، از این میاد بیرون، بانس ریت سایتت میره بالا. به نتیجه باید شما چیکار کنی؟ خیلی ساده بری جلو. نکته، در حال حاضر طبق مستنداتی که وجود داره خود ربات‌ها اعلام کردن که چی؟ ما از نتایج گوگل بینگ در بررسی و تحلیل داده و سرچ خودمون داریم استفاده میکنیم، اما ملاک اصلی ما نیست. داریم استفاده میکنیم، بهش نگاه میکنیم. برای چی؟ اینجا گفتم 1 فیلتر کیفیت محتوا براش مهمه و 2 اعتبارش. این اعتباره رو امیر از توی گوگل پیدا میکنه. فیلتر کیفیت محتوا هم اگه یادتون باشه خود گوگل هم یه سری الگوریتمای EAT داشت دیگه. برای دقیقاً چت جی پی تی هم داره برای کیفیت محتواش از همین الگوریتمای مشابه استفاده میکنه. نه فقط اون، داره قشنگ نگاه میکنه محتوا چقدر معتبره، چقدر قابل اطمینانه، چقدر تخصصیه، و حالا یه سری آیتمای دیگه خواسته بود استادش کن، زبانشو درست کن، ادبیاتشو درست کن که جلوتر بهش میرسیم. پایینتر سومی آیتم، چطور محتوای مناسبی تولید بکنیم. حالا میرسیم به داستان این که حالا ما فهمیدیم که AI داره چجوری تحلیل میکنه، چجوری داره بررسی میکنه، بعد عملکردش رو فهمیدیم. حالا بریم سراغ آیتم که چجوری محتوا بنویسیم. آقا محتوایی که دارم تولید میکنم چه مدلی باشه، که چند تا من مدل رو توضیح دادم که خیلیش برای شما که دارید سئو کار میکنید خیلی ساده است، عملا دارید انجامش میدید، ولی ممکنه این سری ها جا افتاده باشه که بخواد روی سایتتون کار کنید. خیلی خلاصه بخوام بگم، گوگل شما محتوای شما رو ایندکس میکنه، رتبه میده و مستقیم لینک میکنه. حالا دیگه این روال گوگله که دیگه چجوری گوگل داره ایندکس انجام میده. اما این مدل ها چجوری میرن جلو؟ مدل ها به این شکله که اول محتوای شما رو میفهمه، یه درکی ازش، به خاطر همین هستش که مدل های استدلالی زیادی از توی AI داره میاد بیرون، که مثلا خود اوپن ای چندین مدل استدلالی داره، O3 پرو، 4O و غیره. و بعد از اینکه محتوا رو میفهمه، بعد میاد پاسخش رو چیکار میکنه؟ به صورت خلاصه به شما بیان میکنه. یعنی شما باید محتواتون رو طوری بنویسی که مدل بتونه بخشای کلیدی رو سریع از تو دلش بکشه بیرون و اعتماد کنه، که این خیلی موضوع مهمیه.
بنابراین ما میایم چند تا مورد رو با هم دیگه بررسی میکنیم. ساختار محتوامون برای فهم این لارج لنگویج مدل‌ها چجوری باید باشه. یه قانون طلایی رو اگه رعایت بکنیم، یعنی ساختار رو بشناسیم، شفافیت انجام بدیم و بعد داده ها رو به صورت‌های مختلف مثل جدول، حالا ویدیو یا به صورت فایل پی دی اف یا چیز دیگه بدیم، خیلی خیلی میتونه کمک بکنه برای اینکه ما بتونیم بیایم بالا. مثلا یه بخشی هست مثل تیترای H1 H2 H3. خب این خیلی مهمه دیگه، بحثیه که همیشه تو تولید محتوایی که توی وبسایت‌ها و اینکه کلمه کلیدی تو بحث هدینگ ها باشه و اینا خیلی مطرح بوده. اینجا هم هست. اگه رعایت نشده تو مقالات تو سایتت، رعایتش کن. دوم، جملاتت کوتاه و دقیق بگو. مدل ها دنبال چی هن؟ جملات واضحن. دنبال اینه که واضح تو سریع توضیح، همون موضوعی که گفتم. یه سری سایت ها برای اینکه محتوا رو شلوغ کنن یه تومار متن نوشتن. خب اون مخاطب نمیخونه، حوصله‌اش سر میره، زود میاد بیرون، کیفیت سایت رتبهش میاد پایین، شاخص‌ها رو داری بد جور پاس میکنی، اینا اذیتت میکنه. خب خلاصه بگو، خیلی سریع واضح مدلش کن، اصلا یه تیکه متن بذار، پادکست بذار، اینفوگرافی براش درست کن، ویدیو بذار، همه کار بکن که خلاصه بخوای به مخاطبی محتوا رو برسونی. پاراگراف بندی مثلا خیلی باز مهمه. پاراگراف های گنده و قطور نه، پاراگراف کوتاه جدا کن. حالا این مثلا سایت وردپرسی دارید که خیلی راحت میشه با المنتور پاراگراف ها رو شکون و یک اصلا خود مثلا رنک مسته و اون چیزهایی که میگه رعایت کن، میگه مثلا پاراگرافاتو کوتاه، مثلا جمع جور، ولی خب با یه حد معقولی از تعداد کلمات رو توش رعایت کن. مخصوصا قسمتی که الان بیان شده بولت و تیبل، که این جدول و لیستا خیلی مخصوصا تو سایت هایی که بی تو بی ان، یعنی یه محصولی داره تیبل میسازه یا کامپر داره مقایسه میکنه، این خیلی کمک میکنه، خیلی زیاد کمک میکنه. دوم اینکه محتوا رو مثل پاسخ به یه سوال تهیه کنیم. ببین وقتی شما داری با AI صحبت میکنی و باش در طرفی، اون داره میگه من یکی که میاد تو چت جی پی تی از من داره سوال میکنه و من جواب میدم، پس من باید تو صفحه سایتم یه بخشی به نام FAQ داشته باشم یا مقاله آموزشی داشته باشم. مقاله آموزشی که مثلا چیستی چرایی رو راحت بتونه توضیح بده. مثلا سوال میشه که خدمات سئو چیست، شما خیلی ساده تو 2 خط خدمات سئو رو توضیح بده، حالا بشکنش به دیتاهای بزرگتر، ساختار بده، فرآیند بده، ریتم بذار، بولت بندی کن، 1 2 3 4 کن، جدول بذار، تحلیل بذار، گزارش بذار، نمونه سامپل بذار، بعد مثلا کال تو اکشن اینا رو روش رعایت کن. پس خیلی مهمه، مخصوصا FAQ که ما جلوتر باز بهش میپردازیم، که بخش سوالات متداول تو صفحاتی که کلیدیان به شدت پیشنهاد میشن و برخی از این FAQ ها اگر شما تحلیل درستی از صفحه سرپ گوگل داشته باشی، خیلی راحت میتونی هم ایده بگیری، همین که میتونی تقریبا میتونی مشابه اون سوالات رو بیان کنی، نه اینکه کپی کنی، بیان کنی، بنچمارک کنی و احتمال شانس این که توی بحث people also ask یا حالا سوالات دیگه ای که ما بین صفحه سرپ میبینی، اینا ممکنه از سایت شما برداره و خیلی راحت به صورت آکاردئونی باز میشه و ممکنه باز هم اون سوالی که شما مطرح کردید جوابش هم از خود سایت شما، خود گوگل ریفر بده. و وقتی میگیم که این مدل داره از صفحه سرپ و نتایج گوگل استفاده میکنه، یه سرم به این چیزا میزنه دیگه، به این داده هایی که خود گوگل داره برای شما سرو میکنه، نمایش میده، داره چیکار میکنه؟ استفاده میکنه. قسمت سوم استفاده از داده های ساختار یافته یا اسکیما که گفتیم. حتما اسکیما مارکاپ رو باید اضافه بکنید به سایتتون. مقاله است، وبلاگ، آرتیکل، وب لندینگ پیج یا هر چیزی که هست باید اضافه کنید، مخصوصا برای قسمت FAQ که الان صحبت کردیم، قسمت سرویساتون، و این بفهمه دیگه. اون مثلا سایت فروشگاهی داری، بفهمه که این استوک نیست، چیه رنکینگش، چیه نظراتش چیه. اون ستاره دار شدن محتوای اون محصول کمک میکنه به ارزشمندی و اعتبار اون موضوع که باز شانس نمایش اطلاعات سایت شما رو تو نتایجش بالا ببره. قسمت 4 محتوای منبع اساس، یعنی کانتنت از سورس. یعنی چی؟ یعنی که آقا شما یه محتوایی رو باید تولید بکنی که خودش منبع از جایی گرفته نشده، کپی نیست، که اینجا باید مثلا کپی رایتینگ رعایت کنی، کپی رایتر برداری بیاری، بعد
آمار و دیتای خودت رو داری توش میگی، نه اینکه بری یه جوری کپی کنی، نه اینکه بری اصلا تو چت جی پی تی سرچ کنی چی اون داده کپی پیست کنی این تو، اون به درد نمیخوره که. خود چت جی پی تی همین الان هم رو نسخه 5 پر از ایراد هستش. تو سرچ ممکنه جایی گمراه کننده جواب بده، جایی رو کامل توضیح و خیلی هم بهتر میگم، خیلی خلاصه داره میگه. شما ممکنه به دیتا عمیق‌تری نیاز داشته باشی. خب وقتی شما تو پیجت داری یه دیتا عمیقی میذاری، اونم میاد از اون عمق اون محتوای شما استفاده میکنه، خلاصه‌شو میگه. حالا یکی میره هم خلاصه رو ورده میذاره تو سایتشون، چی میشه؟ این میشه که آیتم شماره 4 محتوای منبع‌ساز پاس نمیکنی. پس ممکنه یه دونه قطره جوهر تو آب بیفته و کل شاکله رو به هم بریزه. چون همه آیتما رعایت کردی، اینو رعایت نکردی، کپی کردی محتوا رو، دیدم نمیشه. حالا هی زور بزن ولی نمیرسی به اون چیزی که میخوای. اینم خیلی مهمه. پس بعد متخصص اون حوزه رو بیاری که برات محتوا بسازه. محتوات هم دست اول باشه. اگر چت جی پی تی استفاده می‌کنی یا مدل دیگه، ازشون سرنخ بگیر، ولی نه که عیناً اون محتوا رو وارد تو سایتت بذاری. قسمت پنجم که خیلی مهمه، زبان محتوا. بچه‌هایی که کار کانتنت میکنن، بحث تکست می‌نویسن، محتوای متنی میکنن، اصلا دیگه تو اینا خیلی قویان که میدونن زبان محتوا چقدر میتونه تاثیر بذاره، چه قبل از اینکه یه چت جی پی تی نامه بیاد، چه الان. خیلی مهم بوده چجوری مخاطب با محتوا شما ارتباط برقرار میکنه. شما باید به این موضوع رسیدگی کنی و حواست باشه که محتوایی که داریم خیلی ساده و روان و خلاصه و فنی و تکنیکالش رعایت شده باشه، ولی قلمبه سلمبه و پیچیده و اصطلاحات عجیب غریب، اگه اصطلاحات عجیب غریب داره استفاده میکنی کنارش بگو، تو پرانتز سوال اون سادهشو بگو بفهمه. خب شاید الان یکی بره تو چت جی پی تی سرچ کنه، یه سایتی رو معرفی کنه، بره تو سایت شما، یعنی ورودی بگیری، بعد میاد میبینی که باز تو اینقدر شلوغ پلوغ و پیچیده توضیح دادی نمیفهمه، دوز برمیگره میره تو چت جی پی تی یه چیز دیگه سرچ میکنه، تو هم دیگه نمیبینه، بعد از دست میره. پس این خیلی مهمه که اینجا من گفتم که تو صفحه نمایش دارید میخونید همتون، خیلی نمیخوام خیلی پیچیده بگم، ساده است. قسمت بروزرسانی محتواها یا کانتنت فرشنس، یعنی که شما چقدر محتواهاتون رو بروز میکنید. از نظر موتورهای جستجوگری مثل گوگل، این یکی از پارامترهای مهم برای اینکه شما توی رنکینگ خودتون ارتقا بدید و حفظ کنید و جایگاهتون از دست ندیده. محتواهایی که توی سایتتون مخصوصا تو قسمت آرشیو مقالاتتون وجود داره، سالها خاک میخوره و دست بهش نمیزنید، اونها باعث میشه نه تنها رتبهاتون پایینتر بیاد، بلکه تو نتایج چت جی پی تی هم نوشته داده نشید. بنابراین شما باید مقالاتی که دارین رو، یه زمانی بود رگباری محتوا میذاشتن، آقا هر چی بیشتر بذاریم زودتر میایم بالا، این تا یه زمانی جواب میداد. الان دیگه اینجوری نیست. یه زمانی هم بود آقا میگفتن برو یه 100 کیلو بکلینک بگی بزن تو سایت میاد بالا. بله این بود سال 92-3 اینطورا بود که این مدل بود که بکلینک بخر بچپون توش. بعد اون که دیگه جواب نمیده، تو موقع دیگه الگوریتمای گوگل اومد شما پنالتی میشی، حالا برو 100 برابر هزینه کن از تو پنالتی در بیا. اینجا هم همینه، وقتی میگه بروزرسانی محتوا کن، خود گوگل داره خوشو پاره میکنه آقا بروزرسانی کن، یعنی که همینجوری که محتوا گوشی تو سایت ولش نکن، یه محتوا کار بذار، یه ادمین بذار اینا رو بروز کنه، هر چند ماه یه بازه براش تعیین کنید، چک لیست بذارید، اینا دیگه خودتون بلدید، دیتیل کنید، چند وقت به چند وقت دیتاشو زیاد کنید، چی جوری نوشتم، عددشو، آمارشو، تیترشو، توضیحشو، مقدمهشو، یه لینکی به اونجا، یه لینکی به این ور، چند جا مختلف تغییرات بهش بدید و همینجوری ولش نکنید. محتوا نیاز به رسیدگی داره که ولی اینکه اگرم الان نتیجه نداره ممکنه با این آپدیت محتوا راحت بیاد بالا. نه تنها آرشیو مقالات ها، صفحه های لندینگتون هم همینه، اینا خیلی مهمن. الان خود سایت فروشگاهی داری، صفحه محصول یکی دو تا پارامتر بهش اضافه کن، بنچمارک کن از سایتایی که تو این حوزه هستن. یه سری آیتما جلو چش مخاطب وقتی داره محصول تو عکسش رو میده، دست چپش یه سری آیتمای بیشتر ببینه، یه سری مثلا لینک ها بذارید بره تحلیلش رو ببینه، یه چیزی مثل پاپ آپ باز مقایسهش رو ببینه. اینا همه کمک میکنه که شما محتواتون بروز باشه و از نظر گوگل هم خیلی مهمه. الان که همه چی حذف نشده، گوگل که سر جاشه، این هم داره میاد بازی رو یه بخشیش رو بگیره، پس شما باید تو هر دو تا سکو بتونی خوب جلو بری و پیشروی کنی. آیتم 4 گفتیم آقا همین رو توضیح رسیدیم که خب محتوا رو نوشتیم، حالا چجوری اعتبار بدیم بهش؟ خب محتوا نوشته شد،
یکی از پارامترهای مهمی که این مدل‌های هوش مصنوعی دارن بهش تکیه میکنن اینه که چقدر این محتوا توسط سایت‌های دیگه داره معرفی میشه، داره بهش ریفر داده میشه، که یه بخشش داستان همون آف پیج سئو هست که نوشتم چطوری، یه بخشش میشه اون آف پیج سئو هست. شما باید مهارت آف پیج سئو تو بالا برده باشی یا بلد باشی، بتونی بکلینک خوب، رپورتاژ آگهی خوب بنویسی و اینها آیتم هایی نیستش که دقیقاً هر چیزی هستش تو گوگل اینجا رعایت کنی و فقط یه بخششه، بخش دیگه هم هست. پس یکیش میشه اون آف پیج سئو رو باید رعایت کنی، لینک رفرال بگیری از سایت های معتبر، از سایت هایی که مهمن. و تو صحبت اولم گفتم ممکنه که شما یه صنعت بی تو بی داشته باشی، بری توی سایتی آگهی خودت رو با یه تیتر خوب بذاری، بعد یهو تو سرچا بیای بالا. این نشون میده که چقدر لینک رفرال مهمه و اهمیت داره. دوم رپورتاج نویسی. رپورتاج نویسی الان با توسط الگوریتمایی که گوگل و توصیه که یه جوری لبه تیغه و حواست باشه نه خیلی اگزاجر تولید محتوا رو ببری همه رو تو رپورتاج آگهی بنویسی، نه اینکه هیچی نداشته باشی. میتونی صنعت خودت یا خدمات خودت رو تقسیم بندی کنی، یه سریا که خیلی مهمن و پایه‌ن برای تو، اونا رو بر اساس برنامه‌ریزی تولید محتوایی که داری یا کلمات کلیدی که داری بیاری تو رپورتاج آگهی ازش استفاده کنی و بیاریش بالا. و این خیلی مهمه. یه نکته من توی بحث مدل، یعنی قسمت سوم که بحث تولید محتوا بود، فراموش کردم بود که شما حتما باید مدل پیلار کلاستر تاپیک کلاستر رو رعایت بکنید. اینا حواستون باشه توی بحث تولید محتواتون، مخصوصا قسمت آپدیت. اینو فقط خواستم بگم که یادم نرفته باشه، گوش ذهنتون باشه که بهش رسیدگی کنید. رپورتاج آگهی هم گفتم. استفاده از فروم ها و کامیونیتی ها که خیلی مهمه و هر چقدر شما بتونید سوالات عمومی تر رو در این سایت ها و پلتفرم ها ایجاد بکنید یا اصلا خودتون یه کامیونیتی ایجاد کنید و باعث بشید بقیه بیان اون تو، خیلی کمک میکنه، خیلی کمک میکنه. یکی دیگه از قسمتاش ایجاد نقل قول یا سایتیشن هست که این هم خیلی مهمه. شما بتونید نقل قول خودت ایجاد بکنی یا از جاهای دیگه بگیری. حالا چند تا سوال، مثلا سوال ایجاد شده که من فروم از کجا بیارم؟ فرومی وجود نداره. خب اگه فروم پیدا نشد یه بخش FAQ تو سایتت بذار، خیلی راحت. یا صفحه اختصاصی براش بذار، یا ته هر صفحه یه سری راجع به اینو بگو. هم تو گوگل تو کانتنت، تو بحث رتبه‌بندی گوگل کمک میکنه، هم تو بحث چت جی پی تی داره کمکت میکنه، هم محتوای فنی و تخصصی تره، هم سوالای مردم رو جواب دادی، هم یکی میاد تو سایت از طریق تبلیغات دیگه میاد اون جای نکته‌ای رو میخونه که باعث بشه ترغیب شه بره خرید، اکشن اتفاق بیفته برات و غیره دیگه. مقاصد دیجیتال مارکتینگ مطرح میشه. اینا همه هست. قسمت بعد سوال دیگه هستش که آقا سایت من فروشگاهی چیکار کنم؟ شما وقتی سایت فروشگاهی اسکیما رو رعایت کن، ریچ اسنیپت رو رعایت کن، نظرات بده، سعی کن نقل قول ایجاد بکنی، سعی کنی مقایسه ایجاد بکنی، سعی کنی از تجربه مشتریانت بگی، سعی کنی که حالا اگه مثلا یه جاهایی کامنتی نداری و چیزی نداری، خود دستی سری کامنت ایجاد بکن و بقیه رو یه جوری امتیاز بده، ترغیب کن که چیکار کنه، کامنت برات بزنن. این خیلی مهمه. مخصوصا سوالاتی که عمومیه بتونی بیایی تو بحث کوئسشن باکس های خوشگلی طراحی بکنی و اونا رو بگی، خیلی بهت کمک میکنه و باعث میشه که شانس دیده شدنت بره بالا. سوال دیگه این که بکلینک بخرم، مگه گوگل که بکلینک بخرم؟ ببینید بکلینکی که دارید میگیرم، ولی اینکه گوگل که بحث سئوش حذف نشده که بگی آقا مگه گوگله. بکلینک رو داری میخری که چی اتفاقی بیفته؟ داری میگه آقا دی ای سایتم بره بالا، دی آر هم بره بالا، اعتبار دامنم بره بالا، اعتبار محتوام بره بالا، شانس دیده شدنم تو رتبه‌بندی گوگل بره بالا. نمیتونی اینو حذفش کنی، اصلا یه پارامتر مهمه. هیچ جایی هم اشاره نشده که شما بکلینک رو حذف کن. هنوز بکلینک گرفتن از سایت ها مهمه و از طرفی برای هوش مصنوعی هایی که هستش مثل چت جی پی تی هم مهمه. حالا یه بخشش بکلینکه. اینجا دیگه باید شما توی بحث تحلیل و آنالیز سایتت و کسب و کارت بیای بشینی برنامه‌ریزی کنی، پلن کنی چقدرش بکلینک باشه، چقدرش بره تو بحث چیز. اینا رو باید بررسی کنی
و بگی که مثلا 10% از بودجه من همچنان بکلینک هم ادامه داشته باشه و مستمر باشه، نمیتونید رهاش کنید، حذفش کنید. و الان که خیلی مهمتر شده اینه که شما اعتبار از صفحات و سایت‌های مختلف دریافت کنید. به خاطر همین حالا Ahrefs یه بحثی به نام DR رو مطرح کرده که میاد شاخص مهمی نشون میده با این عنوان که این DR سایتش بالاه، یعنی که از سایت‌های خوبی اومده بکلینک و ریفرال گرفته. بنابراین وقتی بالاتر باشه شما بیشتر به اون سایت اعتماد میکنی بری توش تبلیغ کنی و محتواهاشو زودتر ایندکس میکنه. پس این خیلی مهمه، بعد رعایتش کنید. قسمت پنجم که آخرین قسمت هستش، تحلیل محتوای خودت و رقباست. وضع موجودم چیه، رقیبام کجان، حالا خودم میخوام کجا برم، رقیبام میخوام کجا برن. توی چند تا ایتم خیلی ساده رقیباتو میتونی تو چت مثلا حالا چه هست چه نیست، اونایی که نشون میده و اونی که هست چک کن، سایتشو ببین، منابعشو ببین، چی نوشته تو چت جی پی تی، چی میاره، چه تیتر رو تکسی نوشته میشه، با چه زبان ادبیاتی داره دیده میشه، با چه کلید واژه دیده میشه، اونا رو تو هم رعایت کن. اصلا برو ببین این تیکه کجای سایتش میتونی پیدا کنی، یه بررسی بکن، بالاخره تحلیل، باید آنالیز بکنی، وقت بذاری واسش. قسمت بعدی از جی اس سی، حالا سرچ کنسول گوگل، بخش این سایتی که جدیدن رونمایی کرده، اینو بررسی کن. این سایت خودت چه محتوایی اینقدر داره این سایت خوب میگیره، اونا رو چک و تیک بکن، آپدیت بکن. حالا ممکنه آپدیت بکنی ذره تلورانس توی جابجاییات ایجاد بشه، نگران نباش، آپدیت اگه درست باشه، درست رفته باشه، جلو اتفاقی نمیفته. یا حالا نکته تو پرانتز، اگر محتواهایی نیستن و تو آپدیت میکنی و تو سرچ رفتن عقب‌تر، اونا با آپدیت برمیگردن. بخش پرفورمنس سرچ کنسول تو ببین چه کوئری هایی داره کلیک میخوره، ایمپرشن میخوره، اونی که ایمپرشنش بالاست کلیکش پایینه، اونو رو آپدیت کن، داره به سرنخ میده که چه چیزی، چه کلمه‌ای یا چه صفحه‌ای داره بازدید خوبی میگیره ولی کلیک نمیخوره، یا داره کلیک میخوره و یه سری کلمات بهش اضافه کنی منجر به خرید و اتفاقات بهتر هم میشه یا پایدارترش میکنه. اینا رو بررسی کنی و از همین منترم آنالیتیکس گوگل رو بررسی کنی، ورودیات از کجان و معیار بذاری، سنجش بذاری که آقا آنالیتیک داره بهم نشون میده چقدر از محتوای من در از توسط چت جی پی تی میاد، چند تاش از سوشال میاد، چند تاش از بخشای دیگه میاد. یه نکته کلیدی که مالا من تو نذاشتم بعداً بهش اضافه کنم اینه که آقا آیا چت جی پی تی توی بحث سرچ خودش محتوای سوشال ها رو چک میکند یا نه؟ به صورت مستقیم خیر، فعلا نمیکنه، ولی چون به صورت وب داره چک میکنه اینا رو، اما رو حالت زنده و مستقیم وبش داره چک میبینه. یعنی تو سرچ اگه مثلا یه عبارتی از چت مثلا سوشال مدیا بیاد یا توییت های از لینکدین بیاد، به صورت وب واز میکنه میره میبینه. ولی اینکه بخواد بره توی مثلا پلتفرم اینستاگرام مثلا چیزی باشه، اپلیکیشن محور باشه، نمیتونه مستقیم بره، ولی از طریق وب میتونه وارد بشه و چک بکنی. یعنی محتوای سوشالتون رو برای اینکه داره یه ترافیکی رو سایت ایجاد میکنه، محتوایی هم که داره تیتر میخوره، حالا بهینه میشه تو نتیجه گوگل داره اون یه سری محتوا دیده میشه، اونها هم مهمه. یعنی اونایی که محتوایی که تو سرچ گوگل داره میاد بالا تو نتیجه دیده میشه، اونا رو هم چک کن، اونا رو هم بررسی کن، آپدیت کن، قاعده اصولشو همینجوری رهاش نکن. یه نکته خیلی مهم که در آخر داستان میخوام بهش اشاره بکنم اینه که یه سری‌ها میگن که آقا سری پلتفرم‌ها اومده که دیگه کلیک نمیخوره، سرچ نمیشه، شما راحت میری توی فلان، ممکنه که دیگه ترافیک سایت یا آیتم کامل حذف بشه. من این نکته بگم در رابطه با این موضوع که این چون که داره بحث پارادایم شیفت اتفاق میفته توی بحث شرایطی که الان داریم، ابزارهای جدید درسته که تحول ایجاد کردن و دارن نیاز جدیدی ایجاد میکنن که مخاطب رفتارش عوض بشه، اما خب به چیزی مثل گوگل و پلتفرم‌های دیگه هم انقدر راحت عرصه خالی نمیکنن و قطعاً دارن با هم دیگه در پشت زمینه همکاری‌هایی رو انجام میدن. وگرنه گوگل ای آی اوورویو کجا بود، جمینای کجا بود، بارت چی بود، اینا که هی داره توسعه پیدا میکنه، اسمش بعضی عوض میشه، بعضی هم داره ابزارش اضافه میشه. اینجوری نیست که بگین همه چی داره پاک میشه، 0 و 1 نمیشه بهش نگاه کرد، ولی میشه به این نگاه کرد که داره مدلش، رفتارش عوض میشه و ما باید منعطف باشیم. شاید ترافیک سایت یه جایی حذف بشه، اما در آینده نزدیک الان هم حتی اتفاق افتاده که الان داریم راجعش هم حتی صحبت میکنیم، بحث اورننس و بحث برندینگ و بحث محتوا و اینها مطرح میشه. یعنی که آقا شما وقتی داری محتوای تولید میکنی، انقدر سعی کن محتوا کلیدی
با هویت برندت سازگار، با رفتار مخاطب سازگار تولید بشود که وقتی داره تو نتایج میاد بالا اشاره کنه که این محتوا از کجاست. محتوای ویدیو درست میکنی، یه واترمارکی بذار روش که بفهمن این از کجاست. یه اطلاعی، یه سرنخی از کسب کار خودت بعد بذاری، یا اگر فرد ترافیک کلا قطع بشه، بخوایم به این حالت نگاه بکنیم، اون محتوای خب از کجا اومده؟ بالاخره این مینویسه که یه جایی بعد گفته تو بگی که این محتوا از مثلا نویسندش کیه، از کدوم مرجع و منبع داره دیده میشه. به هر حال یه بحثی به نام اورنس و برندینگ توی محتوا هم ایجاد خواهد شد که باید، یعنی بوده ها، یعنی تو این قضیه که اگه بگیم ترافیک حذف بشه، اینو شما از الان باید توش رعایت بکنی که برندینگت رو رعایت بکن. تو محتوا نویسی اسم برندت بیاد، کلید واژه‌های مهم برندت بیاد، شعارت، اسلوگانت، اینا توش دیده بشه و اینا رو توش رعایت بکنی که در هر شرایطی که محتوا تحت هر ابزاری داره تولید میشه، اون مخاطب بفهمه که این از کجا و چجوری و منبعش کجاست که اینو تولید کرده. خیلی ممنون که تا این لحظه با من بودین. ممنونم. اگر دوست داشتین نظراتتون با من در میون بذارید و این فایلم براتون به اشتراک میذارم و استفاده کنید. ممنون، متشکرم.